همین زن کی میشناسه؟ به خاطر الله همین نوا را براش فرسته. خواهرم، آیا میدانی زنهای دوزخی و لعنت شده چی نشانه هایی دارند؟ طبق روایت مسلم پیامبر خدا درود خداوند بر او باد یکی از صفاتهای زنان دوزخی را چنین بیان فرمودند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند. یعنی لباس آنها تنگ یا تنوک و یا نیم برهنه هست. در دوام حدیث پیامبر خدا فرمودند که این گونه زنان داخل جنت نمی شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد. در روایت ابن حبان آمده است که پیامبر خدا فرمودند آنها را یعنی چنین زنان را لعنت کنید زیرا آنها لعنت شده‌اند. من کسی را حکم به دوزخ نمی کنم ولی این صفت هایی که پیامبر خدا بیان فرمودند در شما 100% دیده می شود. زنهایی که به حجاب و با لباس های نیم برهنه به نمایش می برآیند مبادا از جمله چنین زنان دوزخی و لعنت شده باشه.